من مظفر شمسیوف راهبری موسیقی انسامبل دعوتی شش مقام خانون نوری خوجند هستم از ولایت سوخت دولت تاجیکستان. میخوایم امروز کمتر درباره تاریخی ساز موسیقی چنگ به شما معلومات دهم. خیلی که به همه ما معلوم است ساز موسیقی چنگ یکی از قدیم ترین سازهای ملی تاجیکی بوده. هنوز از دوره های ابو عبدالله رودکی یعنی عصر نو تا به ما آمده رسیده است. چون ما همگان میدانیم ابو عبدالله رودکی هم شاعر بودند هم نوازنده بودند. آن کس با سازهای ملی عود، چنگ، شعر میگفتند، سرود میخواندند و با تا دوره ما تا عصر ما ساز ملی چنگ در چنین شکل به ما آمده رسیده است که ما حالا با همراهی شاگردان یک چند نواهای تاجیکی را به شما پیشکش می نماییم. این آهنگی که ما بهر شما حاضر پیشکش می نماییم آهنگ خاکی تاجیکی با نام قراتگینی می باشد.
آهنگ نوبتیه که ما برای شما پیشکش می‌نماییم آهنگ بستگاری تاجیک عادل جان نظروف فصل بهار می باشد.
آهنگ نوبتی که ما بهر شما بازم پیشکش می‌نماییم آهنگ عادل جان نظرов سیر لاله می باشد.